مادری که نزدیک به 5 ماه می شود انتظار فرزندش را دارد، اما هنوز هم از سرنوشت وی هیچ اطلاعی در دست نیست. مادر مظلوم که بیش از 4 ماه می شود در خیمه تحسن انتظار دارد که فرزندش دوباره به آغوش گرم و پرمهر محبتش برگردد. سلام و وقت همه بخیر. امید که صحت و سلامت باشید و باز هم من دوست محمد شای در خدمتتان قرار دارم. بیننده های عزیز، امروز ما خواستیم یک مصاحبه کوتاه از مادر عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ قرار است یک مصاحبه کوتاه را با شما داشته باشیم. سلام، وقتتان بخیر مادر جان، امید که صحتمند باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شنونده ها و بیننده ها. سلامت باشین. مادر جان، اولین سوالم در مورد ویژگی و خاصیت عبدالرؤوف جان است که چه ویژگی را داشت؟ عبدالرؤوف جان یگانه پسرم است و بسیار پسر نازدانه، بسیار بچه با استعداد، بسیار بچه خوب، بچه آرام و همیشه به درس‌های خود کوشش میکرد. ماشاءالله به قرآن شریف هم سپاره 5 خوانده بود، اما بچه بسیار با خدا که به می سن خرد خود که نماز جمعه از اون همه جمعه به جماعت بود، نماز جمعه را به جماعت میخواند، اما بسیار بچه مهربان و دلسوز و بسیار بچه عزیز بود. سلامت باشین. مادر جان، قبل از اینکه عبدالرؤوف جان اختطاف شود و قبل از اینکه به طرف مکتب حرکت کنه، در اثنای رفتن به طرف مکتب شما بیشتر با او چگونه رفتار داشته؟ از رفتارهایشان بگین. ساعت 6 بجه صبح بود که روز یک-شنبه که عبدالرؤوف جان از خواب بیدار کردم و رؤوف جان گفتم بچه بخیر که وقت مکتبت شده و ساعت تا عملی مکتب دستی مشتت می آیه و تو صبحانه تا بخوا. اما بالا خنده گفت مادر جان، گفتم امروز نرم چطور میشه؟ من گفتم بچه‌م دینا روزم تو مکتب نرفتی، از غیر حاضری چیزی جور نمیشه، بچه‌م تو آماده شو که تو رو به مکتب روان کنم. گفت مادر گفتی چه حوصله ندارم. خیر بچه‌م، گفتم تو که حوصله نداری من خودم تو رو به مکتب میرسانم. و اما تو که خوش آمد عبدالرؤوف جان با راضی کردم به مکتب رفتن و بیدار کردم، لباسهایش پوشاندم و صبحانیش دادم و به طرف مکتب روان کردم عبدالرؤوف جان. عبدالرؤوف جان بعد از اینکه به طرف مکتب حرکت کرد و اما از سوی اختطاف جان مورد اختطاف قرار گرفت، اولین پیام را بر شما کی رساند؟ همراه عبدالرؤوف جان خواهرش بود که صنف 7 مکتب از خواهرش خبر خواهرش بر ما داد. زمانی که خواهرش خبر رساند که برادرم از سوی اختطاف جان مورد اختطاف قرار گرفت، شما اما لحظه چی احساس داشتین؟ اما لحظه بسیار یک احساس وحشتناک بود، یک بسیار وضعیت خراب بود، بسیار دلخراش بود که هیچ قابل گفتن نیست دیگه، بسیار وضعیت وخیم بود دیگه. قبل از اینکه عبدالرؤوف جان اختطاف شد، آیا گاهی اوقات به ذهنتان ناخودآگاه اما تو یک حالت اسم میکردین که روز یک فرزند مورد اذیت قرار بگیره، مورد اختطاف قرار بگیره؟ نه خیر، نه، هیچ احساس چی نداشتیم، اما احساس خوبی داشتیم که انشالله با ما خوبی با خوشی اولادای ما تحصیل کنه، به جای برسن و آینده از کشور آباد کنن. شما بیشتر چرا علاقه داشتین که عبدالرؤوف جان کلان شد و به او برسه؟ ما تعمی امید داشتیم که تحصیل خود ادامه بده و تحصیل خود پایان بده و خودش آمی آرزو رو داشت که ما بخیر تحصیل به آخر برسانم و پیلوت شم بخیر. اما زمان که عبدالرؤوف جان اختطاف شد، یعنی فعلا بیش از 4 ماه میشه، هنوز هم از سرنوشت و هیچ خبری نیست. آیا شما امید از این دارین که عبدالرؤوف جان دوباره به خانه برگرده و اما آرزویی که داشتین دوباره در وجودتان تازه شود؟ انشالله آمین. ما از خداوند هم امید داریم و آمدن رؤوف جان هم 100% امید داریم که انشالله صحیح سلامت پس دوباره با آغوش ما بیایه و بخیر به صحیح سلامتی تحصیل خود ادامه بده و مقصد مراد خود برسه. چی پیام و چی گفتنی داریم به کسانی که به مسئولینی که تا فعلا به صدای شما به دادخواه شما گوش نکردن، لبیک نگفتن؟ با تمام ارگان ها می پیام است، خاص به رئیس جمهور ما و معاون صاحب اول به اینا پیام ما می است دیگه. وعده میتن هر بار که بر ما وعده میتن، اما وعده هاشون دروغی است. حالا خدا را حاضر ببینن، خدا را در بالا ببینن دیگه، وعده های دروغی خود دست بکشن، اینا حقیقت دست به کار شون و با وعده های حقیقت خود عمل کنن.
سلامت باشین. خب بیننده های عزیز، این بود برنامه امروزی ما که تا این دم با ما بودید و صحبت های مادر مظلوم را شنیدید. واقعا درد آور است و شما سپاسگزار هستم که یک بار دیگر تا این دم ما را بیننده بودید. شما را به خداوند یکتا میسپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.